سلام، به کانال کتابای بی‌مرز خوش اومدی. تو این کانال قراره با هم یه سری بزنیم به قفسه های کتابخونه های اونور آب. کتابایی که شاید تا حالا ندیدیم و ترجمه نشدن رو با هم ورق بزنیم. اگه اینجا هستی، حتما دنبال یه راهی میگردی برای بهتر شدن حالت. برای اینکه دوباره یکم رنگ، یکم زندگی، یکم حس و حال خوب بیاد سراغت. توی این ویدیو میخوام برات یکی از مفیدترین و عملی ترین کتابایی که برای کنار اومدن با افسردگی نوشته شدن رو معرفی کنم. کتاب رنگی دوباره به زندگی بخشیدن. نویسنده‌های این کتاب دکتر یولیا سیویک و پروفسور مارتین هاوسینگا، 2 استاد و روانشناس و محقق از دانشگاه توبینگن آلمانن. چیزی که تو این کتاب نظر منو جلب کرد و تصمیم گرفتم با شما هم به اشتراک بذارم اینه که با اینکه خیلی تخصصی نیست، کاملا علمی و کاربردیه. قرار نیست با هم حرفای پیچیده روانشناسی بزنیم. قرار راهکارهای ملموس و کاربردی برامون بگه برای روزایی که حتی بلند شدن از تختم برات سخته. این کتاب تا امروز ترجمه‌ای به زبان فارسی نداشته و البته قصد منم ترجمه کتاب نیست، بلکه خلاصه‌ای از نکات کاربردی و جذاب از فصل 3 کتاب در 2 یا 3 ویدیو برای اینکه خیلی طولانی نشه برات بازگو میکنم. تصمیم گرفتم توی این ویدیو از فصل 1 و 2 عبور کنم و مستقیم بریم سراغ فصل 3 کتاب. یعنی همون جایی که میتونیم تغییر رو به وجود بیاریم و حس کنیم. یعنی همون جایی که اینجوری شروع میشه. چطور میتونم به خودم کمک کنم؟ آماده ای؟ بیا با هم صفحه به صفحه پیش بریم و این کتاب رو زندگی کنیم. اگه حس میکنی یه مدتیه حال و حوصله‌ات سر جاش نیست، بی‌انگیزه شدی، دلت نمیخواد کاری بکنی یا به هیچی علاقه نداری، ممکنه با علائم افسردگی روبرو شده باشی. حالا شاید دکتر یا روانشناس هم تشخیص داده باشه که افسردگی داری، ولی خبر خوب اینه اگه شدت علائم خیلی بالا نباشه میتونی خودت هم یه کارایی براش بکنی. توی این ویدیو قراره با هم بریم 3 قدم مهم رو بررسی کنیم. کم کم از اون حس منفی میتونه این قدم‌ها درت بیاره. قدم اول اینه که دقیق‌تر به خودت نگاه کن. اینجا دیگه نمیخوایم دنبال دلیل افسردگی بگردیم. قراره ببینیم چی باعث میشه حالمون بهتر بشه یا بدتر بشه. یعنی مثلا وقتی با دوستم حرف زدم حالم بهتر شد یا وقتی کل روز رو تخت بودم حالم بدتر شد. قراره یه همچین چیزای کوچیکی رو با هم بریم بررسی کنیم. قدم دوم اینه که آروم شروع کن. قرار نیست یه دفعه همه چی درست بشه. کم کم شروع کن به امتحان کردن راه حل‌های مختلف. یه ذره پیاده روی، یه غذای خوشمزه، یه تلفن به دوستت. ببین چی بهت حال میده. بدون قضاوت، بدون فشار. و قدم 3 انجام بده، تکرار کن، ادامه بده. فقط یه بار امتحان کردن کافی نیست. باید اون کارهای کوچیکی که حالت رو بهتر میکنه رو مرتب انجام بدی تا اثر بذارن. با تمرین و تکرار کم کم حس و حال عوض میشه. یادت باشه این تمرینه که استاد میسازه. خب حالا کجا شروع کنیم؟ برای اینکه بدونی چی کار کنی باید اول بفهمیم که افکار، احساسات و رفتار چطوری با هم ارتباط دارن. افسردگی یه چرخه معیوبه. وقتی حالمون بده یعنی افکارمون منفی شدن.
احساساتمون سنگین و تاریک شدن و دست آخر رفتارمون هم. یعنی در واقع هیچ کاری نمی کنیم. این نشون میده که این 3 مورد افکار، احساس و رفتار با همدیگه مثل یه جاده 2 طرفه ارتباط دارن و روی همدیگه تاثیر میذارن. خب خبر خوب اینه که اگه یکی از این 3 ضلع مثلث شکسته بشه، یعنی کم کم چرخه هم شکسته میشه. کتاب میگه که عوض کردن احساسات خیلی راحت نیست، ولی میشه افکار و رفتار رو تغییر داد. وقتی بتونی یکی از اینا رو تغییر بدی، کم کم حالت بهتر خواهد شد. فعالیت کلید اصلیه. فعالیته که باعث شکسته شدن یکی از این ضلع‌ها میشه. یکی از دلایل موندگار شدن افسردگی اینه که کم کم آدم همه چی رو کنار میذاره. دیگه با کسی قرار نمیذاره. تفریح نمیکنه. بیشتر تو خودش میره. این باعث میشه که لحظه های خوب و تجربه های مثبت هم کمتر بشن و نتیجهش هم اینه که حالش بدتر میشه. پس باید فعال شد. حتی اگه حس و حالش رو نداریم، حسش میاد وقتی حرکت میکنی، نه قبلش. خب حالا نوبت توه. الان بهت میگم چطوری. برای این کار میتونیم یه برنامه روزانه یا هفتگی بنویسیم. نکته مهم این برنامه اینه که باید توی روزت کارهای خوشحال کننده حتی کوچیک بذاری. مثلا یه چایی با دوستت، یه پیاده روی، یه فیلم تماشا کردن، یه موزیک گذاشتن و رقصیدن. نذار که روزت پر از کار و استرس باشه. قدم اول برای برنامه ریزی اینه که برای یه هفته توی یه جدول بنویس هر روز چی کارا کردی. حالا کنار هر فعالیت یه علامت بزن. فرقی نداره، میتونی از ایموجی استفاده کنی، میتونی علامت مثبت منفی بذاری یا حتی میتونی رنگی کنی جدولتو. مهم اینه که بدونیم اون لحظه که اون کار رو انجام میدادی حال و هوات چطور بوده. کدوم فعالیت ها خوشایند بوده، کدوم فعالیت ها خوشایند نبوده. با کمک این روش میشه فهمید که چه فعالیتی باعث شده روزای خاکستری و بیروح ما بیشتر بشه و چه کارایی باعث شده که لحظات رنگی ما بهتر و بیشتر باشه. وقتی جدول رو کامل کردی، حالا یه راهنمای شخصی داری برای برنامه ریزی واسه هفته آینده. پس بیا یه جدول جدید بکش برای هر کار جدی، هر وظیفه شغلی یا هر وظیفه سنگین و ناخوشایندی که باید اون هفته انجام بدی، چه فعالیت خوشایند کنارش در نظر بگیر. صرفه‌جویی هم نکن. اگه هفته آیندت خیلی پرکار و فعالیتات زیاد هستش، مسئولیتات زیاد هستش، دوباره بیا نگاه کن جدولو. ببین کارای منفی و بیفایدت کدوما بوده. اونا رو حذف کن. جاشو با فعالیت‌هایی که برات لذت بخش و خوشایند بوده جایگزین کن. ببین جاهایی که فشار کار زیاد هست، چطوری میتونی از حجم وظایفت کم کنی؟ پس یه بار دیگه نگاه کن و یه بار دیگه اصلاحش کن. حالا اینجا یه سوال مهم و کلیدی پیش میاد. این که از خودمون بپرسیم چه فعالیت‌هایی برای من لذت بخشه؟ گاهی آدما در میانه افسردگی ممکنه هیچ چیزی خوشحالشون نکنه و نتونن تشخیص بدن که چه کارهایی خوشایندشونه. خب یه پیشنهاد این هستش که بیا به گذشتت نگاه کن. قبل از اینکه دوران افسردگی رو شروع کنی، ببین چه کارهایی انجام میدادی که توش حالت خوب بود، خوشحال بودی. یا میشه از یه دوست یا آشنا هم کمک گرفت. تو کتاب یه فهرست از 60 فعالیت متنوع لیست شده.
از آشپزی گرفته تا رقص و ماساژ و حتی کتابای صوتی. پس تو هم لیست شخصی خودتو تهیه کن و توی جدول برنامه‌ریزی هفتگی ازش استفاده کن. نگو وقتی حوصله‌ام اومد سر جاش این کار رو انجام میدم، یا نگو که الان که سرم شلوغه این همه کار دارم. وقتی کارام تموم شد تو شروع کن، امتحان کن و فقط ازش لذت ببر. راستی یادت باشه تو برنامه ریزیت ساعتهای غذا خوردن و خوابتو تا جایی که ممکنه منظم نگه دار. این خیلی مهمه که سیستم بدنت بدونه که نزدیک به چه ساعتی گرسنت غذا میخوری، نزدیک به چه ساعتی از خواب بیدار میشی و کی میخوابی. خب تا اینجا قسمت اول از فصل 3 کتاب رو با هم جلو رفتیم و بررسی کردیم. اگه حس میکنی این کتاب برات مفید بوده حتما ادامه ویدیوها رو هم دنبال کن. برای اینکه ویدیو طولانی نشه 2 یا 3 قسمت جداگانش رو طی روزهای آینده بارگذاری میکنم. اگه دیدی این مطالب میتونه برای دوستات هم کمک کننده باشه لطفاً این ویدیو رو براشون بفرست. مرسی که تا اینجا همراه بودی. خوشحال میشم که تو کامنت ها اگه نظر، ایده و یا حتی تجربه‌ای در مورد برنامه ریزی داری یا اگه این کار رو انجام دادی و خوشایند بوده، استفاده کردی و مفید بوده برای ما هم بنویسی تا بقیه هم بتونن از نظرات و ایده ها و تجربه های شما استفاده کنن.